یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌ها و توانایی‌های CRM فارسیکام زمانبندی قالب‌های ایمیل هست که در منوی ایمیل قرار داده شده. به عنوان مثال اگر شما عضو سایت فیسبوک باشین، برای تمامی افرادی که در لیست فرندهای شما قرار گرفتن، اگر زمان تولدشون رو به سیستم یا به سایت فیسبوک اعلام کرده باشین، دقیقاً در روز تولدتون یا چند روز قبلش یک پیغامی مبنی بر اینکه تولد شما نزدیک است برای تمام افرادی که در لیست دوستان شما قرار گرفتن ارسال میشه و اونها رو از روز تولد شما مطلع میکنه و به این ترتیب شما با یک پیغام تبریک تولد ارتباطتون رو با دوستتون محکم‌تر و منسجم‌تر میکنه. پس همین ایده وارد سیستم ما میشه و در واقع توی قسمت زمانبندی، البته زمانبندی قالب‌های ایمیل، نه زمانبندی که در فیسبوک هست، دقیقاً نه، چون به صورت پیغام هست و هرچند که پیغام‌ها به آدرس ایمیل افراد هم ارسال خواهد شد. در اینجا در قسمت زمانبندی قالب‌های ایمیل ما میتونیم قالب‌های ایمیل رو به خوبی مشاهده کنیم. مثلا قالب ایمیل اعلام بدهی میتونه برای افراد بدهکار به سازمان شما ارسال بشه که در تاریخ‌های خاص و یا در بازه‌های زمانی خاص یا در زمان‌هایی به طور مکرر به اونها این ایمیل ارسال بشه و به اونها تذکر بده که شما به ما بدهکار هستید و باید بدهیتون رو با ما تسویه کنید. همچنین به عنوان مثال دیگه میتونیم قالب ایمیل تشکر از بابت خرید رو بگیم که معمولاً زمانبندیش به این صورته که حالا تو این سیستم 3 روز بعد از خرید این سیستم تلفن گویا ایمیلی به طور اتوماتیک با اون فرد ارسال میشه. نیازی نیست که فردی بیاد این ایمیل ها رو به صورت دستی به عنوان کاربر سیستم مثلا 3 روز بعد یا 8 روز بعد یا دقیقاً در روز افتتاحیه سازمان و یا در سالگرد خرید اون سیستم یا هر مناسبتی که خود کاربر سیستم در واقع صلاح بدونه اون ایمیل ارسال بشه. خب به عنوان مثال فرض می‌کنیم فرد یا افرادی با سازمان تماس گرفتن و خواهان سیستم تلفن گویا که خود شرکت فارسیکام ارائه دهنده اون هستن. ما میخوایم که براشون ایمیل های تبلیغاتی در یک بازه زمانی خاصی ارسال بشه و اونها رو تشویق به خرید کنیم. در واقع این ایمیل تبلیغاتی مشوقی هست برای فردی که خواهان سیستم تلفن گویا بوده و یک بار حداقل با ما تماس گرفته و از طریق ایمیل یا از طریق تلفن و در هر صورت ما آدرس ایمیل رو داریم و میخوایم تشویقش کنیم به خرید. خب برای این کار کافی از داخل لیست قالب‌ها قالب ایمیل مورد نظرمون رو که عبارت است از تخفیف ویژه پایان سال 89 که البته لازم ذکر که این قالب قبلا طراحی شده توسط طراح و بعد در سیستم قرار گرفته شده و همچنین لیست متن اون رو که در واقع عبارات و کلماتی هست که در این نامه و در این ایمیل قرار گرفته میتونیم انتخاب کنیم و میتونیم این آیتم رو انتخاب کنیم که قبلا نوشته شده و وارد سیستم شده و مورش هست چرا شروع نمی کنیم و در واقع این ایمیل متنش به این صورت هست که متنش به گونه‌ای طراحی شده که به خریدار توضیح میده که چرا اقدام به خرید نمیکنه و در واقع رو تشویق میکنه به خریدن سیستم. و بعد روی این قسمت کلیک میکنیم. همونطور که میبینیم در این قسمت میتونیم نوع گروه رو انتخاب کنیم. انتخاب گروه مشتری میایم در این قسمت خواهان گویا میتونیم انتخاب کنیم و بگیم که به صورت سالیانه یا به صورت ماهانه این ایمیل ارسال بشه و در تاریخ مثلا 9 هر ماه یا در تاریخ 1 هر ماه اول هر ماه برای اون فرد ارسال بشه. تاریخ انقضاش هم مربوط بشه به پایان 6 ماهه اول سال 1390 مثلا پایان 31 شهریور 1390. به این ترتیب میتونیم به سیستم اعلام کنیم که این ایمیل به تمامی افرادی که خواهان گویا هستن و اسمشون در سیستم ثبت شده به صورت ماهیانه و ماهی 1 بار و در تاریخ اول هر ماه تا پایان 31 شهریور ماه سال 1390 به طور اتوماتیک وار ارسال بشه و بعد ذخیره رو میزنم تا این کار به طور عملی به سیستم اعلام بشه. در حقیقت با این کار سیستم به طور اتوماتیک وار کاملا اتوماتیک وار ایمیل های تبلیغاتی رو به اون فرد یا افرادی که در لیست
خواهان گویای من هستن و افرادی هستن که حداقل یک بار با من تماس گرفتن و از من این سیستم رو خواستن ارسال میشه و به این ترتیب دوام ارتباط من با اون مشتری رو بیشتر و بیشتر خواهد